دادستان کلی تاجیکستان روز 3 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت اعضای خانواده مخالفین در رابطه با پرونده نزدیکانشان بازپرسی شده اما هیچ وقت تحت فشار قرار ندارند. این خیلی گپ نیست، یگان خیلی فشاری با اعضایان اویلای آنها نیست. دیگر طرفی مسئله که ما هر یک در دایره پرونده جنایتی خب شخصانی نزدیک خیش تباری نزدیکی آنم اعضای تروریستی اکستریمیستی گروه 24 دیگر گروه تروریستی را ما مورد پرسش قرار میدهیم. یگان خیلی فشار نیست. قبل از این مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز همه گونه فشار بالای مخالفان را رد کرده بودند. آنها نیز گفتند که نزدیکان مخالفان بیشتر به پرسش دعوت می شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی هم به دنبال از تهدید و بازجویی های نزدیک 10 نفر از مخالفان حکومت تاجیکستان از طرف مقامات نگرانی کردند. در اظهارات مشترک این دو سازمان که روز 18 ایول منتشر شد گفته می شد این کار در آستانه همایش دورتموند آلمان و بعد آن صورت گرفته است. دادستان کلی تاجیکستان همچنین در نشست خبری گفت آنهایی که از صف گروه‌های تروریستی به وطن برمیگردند عفو نشده بلکه موافق قانون به جوابگری کشیده خواهند شد. اونا پیش از اونی که میرفت روند با سیریا و عراق باید فکر کنند که رفتن با جنگ در دیگر دولت‌ها اشتراک کردن در محاربه‌های جنگی این غیر قانونی است، جنایت است. ندانستن قانون جنایتی از جوابگری جنایتی آزاد نمیکند. من گفتم استثنا زنان و کودکان ما نسبت اونا میبینیم. نسبت تروریست یگان خیلی بخشش نیست. دادستان کلی کشور همچنین افزود در نیم سال حدود 500 پرونده جنایی در ساحه زمین ترتیب داده شده است که بیش از 2200 نفر به جوابگری انتظامی و مأموری کشیده شدند. طبق اطلاع رسمی از همه بیشتر در ناحیه رودکی مقامات محلی به خرید فروش و تقسیم غیرقانونی زمین مشغول بودند. ما زیاده از 4 میلیون سومونی ضرری رسانیده شده آشکار نمودیم. این ضرری که طریق پورا گرفته زمین ها رو فروختن شخصان منصبدار در ناحیه رودکی. همه اینو با جوابگری جنایتی کشیده شدن. فقط در یک ناحیه رودکی زیاده از 100 پرونده جنایتی آغاز گردید. از روی اطلاع دادستان کلی تاجیکستان در 7 ماه سال جاری در جمهوری بیش از 12600 جنایت به قید گرفته شده است که بیش از 4000 را کارمندان دادستانی آشکار کرده اند.